بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والتعليق للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال صاحب التعليق بعد دوام میتاد صحبت شاه که گفتیم که همون عقیده که شیخ الاسلام در عصر خود، در عصر 12 گویم، در یک عصر زندگی میکرد که در اون عصر شرک اکبر در رواج و رونق بود. گفتیم یعنی مراد از آن قبرها را عبادت کردن و قبر پرستی و که گویم قبر عبادت کنی بود و غیر از اینها دیگه چیزها را مثل گویم معبود قرار میدادن. علیه اونها مبارزه بود، اونها را به توحید دعوتشون کرد، به عقیده سلف صالح، یعنی که به عقیده اهل سنت و جماعتی که در همین عقیده بود امام اهل سنت امام احمد بن حنبل. بعد شاگردش چیکار کرد؟ تعلیق نویس اختصار کرده، مراد از عقیده سلف صالح اختصارا چیست؟ بعد از اون شیخ دوام میکنه صحبتشونه که فلما اعلن فیهم انکار الشرک عادوه و آذوه. وقتی که شیخ الاسلام در عصر خود، در دور زمان خود اعلن فی عکس 36 خونده اعلان کرد در میان ویها انکار شرک را، چیکار کردن؟ او را عداوت کردن، یعنی دشمنی کردن به او، و آذوه، او را آزار دادن. فهمیده؟ و زعموا انه زنديق خارجي يكفر المسلمين بدون موجب للتكفير. بعد گمان کردن، زعم کردن، تهمت کردن که وی زندیق است، بودن خارجی است، یعنی از زمره خوارج است، که خارجی جمعش خوارج میشه. فهمیده؟ او را خارجیش گفتن که وی مسلمان ها را به موجب تکفیر میکند، گفتن یعنی هیچ بیگون باعث، بیگون سبب مسلمان ها رو کافر گفتی صد از گفتن. خیالشون که همین مسلمان خبر پرست هم میشه بود، مسلمان درخت پرست میشه بود، برای همین. و هو انما کفر من دعا غیر الله معتقدا فيه جلب النفع و دفع الضر. اگر سوال کنی که یگون کسا کافر گفت، بله کافر گفتن در کن، اما کی را کافر گفت؟ این با فهمیدن در کن. وی جزی نیست که یعنی هر آینه کافر گفت کسی را که دعا کرد، عبادت کرد غیر الله را و اعتقاد کرد در عبادت خودش جلب یگون فایده و دفع یگون ضرر را. رفت درخت در گردش طواف کرد، رشته بست به او لطه بست، میپرسیدن که چرا این خیل میکنی؟ چی میگفت؟ میگفت که این فرزن میتدریم، این درخت هم میدونه اینی که شناندگی میگه، یا که در زیر این کی دفع شدگی گفته، یعنی یک فایده. یا که من سفر دارم میگفت که از تمام چندین مراتب من سفر کردم، الحمدلله میگفت سفری من بی خطر شد. افسوس چی؟ برای نظر نیازه که در اطراف این درخت کردن میگفت این دفع چی؟ ضرر کرده شد. ولم یکفر هؤلاء، اینا رو با وجود همین کاراشون دیده شیخ الاسلام کافرشون نگفت. فهمیدی؟ الا بعد اقامت الحجة علیهم، مگر بعد از حجت بالاشون قایم کردن. حجت همون که یعنی آیت دیدی، یعنی سنت دیدی، یعنی شرکه این گفتن باشه. فهمیدید؟ بنابراین میفرماید شارح یا که معلق فکان اهل العلم فی زمانه قسمین، مردمی یا که اهل علم در زمان شیخ الاسلام به دو قسم تقسیم بودن، دو گروه انسان ها بودن. قسم عادوه و آذوه، یک قسم عالمان ملاها به او عداوت کردن و آزارش دادن و افتاو بی کفره، فتوا دادن به کافر بودنش، این کافر شده است. و هم الاکثرون، این قسم ملاها خیلی هم بسیار، چنانه که امروز حسابش نیست در طرف مردم ما. و هم الذین عبر عنهم بقوله، اینها همان کسانی هستند که
تعبیر اونها رو به قول خود گفته شده است، یعنی درباره اونها به قول خود وقتی که گفته شده است که و بیان من تشبه بهم وليس منهم، در این اصل این چندم اصلیم؟ چهارم یا پنجم؟ ما در چندمیم؟ چهارم است. یعنی در همین چهارم اصل روشنه انداخت گفته شده است که و این اصل بیان میکند کسانی که خودش را به عالم‌های واقعی به فقیه‌های واقعی تشبیه می‌دهد ولیس منهم، خدا که از اونها نیست. کدوم عالم ها رو گفته شده است خودشون به عالم ها تشبیه میدن، انمی قسمی که به اون دشمن بودن و آزار دادن که همونا را تعبیر کرده شده است، تفسیر کرده شده است. و هؤلاء اخبارهم مفصلة في الكتب التي ذكرت فيها سيرة الشيخ رحمه الله، یعنی این قسم ملاها خبرهاشون به طریق کشاد و روشن آمده است در کتابهایی که در اون کتابها سیرت شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب آمده است، در همون یک ملاها هم نموشن قریب که آمده است. وكذلك تاريخ الدولة السعودية ابان نشأتها، همچنین یعنی که وای ملاها آمدگی هستند در تاریخ دولت سعودیه ابان نشأتها، در وقتی یعنی که نشأ و نما تشکیل شدن این دولت، یعنی که با مخصوص کتاب است تاریخ دولت سعودیه وقتی تشکیل شوید ابان گفته تشکیل شد. در همون جمعی ملاها را آمدگی به طریق کشاد روشن چه خیلی ویا زیدیان نشون دادن، چه خیلی او کافر گفتن شیخ الاسلام همش نویسن. وقد صور الشيخ محمد بن اسماعيل الامير الكحلاني ثم الصنعاني ما جرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب بحسب ما وصل إليه من أخبار. وقد صور يعني الشيخ محمد بن إسماعيل أمير الكحلاني بعد صنعاني چیکار کرد؟ اون ماجرای شد برای شیخ محمد بن عبدالوهاب، اون ماجرایی که شد یعنی اون حادثه‌ای که روی داد همین را موافق به حسب ما وصل الیه، اون موافق به همون خبرهایی که به این کس اومد رسید همین ها را چیکار کرد؟ تصور کرد یا که تصویر کرد، به مانند یک صورتی تندار کرده فهمان. و ذلك من خلال قصیدته التي بعث بها الیه فی الدرعیه. اینو در کجا گفت؟ در همون یعنی همه حادثه هایی که در سر شیخ الاسلام اومده این شیخ چیکار کرد؟ شیخ محمد بن اسماعیل امیر کحلانی بعضا صنعانی در درون همون قصیدهش این حادثه ها را جایگیر کرده نقل کرده است. فهمیده؟ خب میبینم اون قصیده شد. نه. ومما قال في مقدمتها النثرية، و از آن چیزی که با در مقدمه همین قصیدهش اومده با نامش درعیه، نام قصیدهش نثریه گفته یعنی که همون نثر گفته همون دلسوزی برای به مرگ یک کس کردن نثر میگن. فهمیده؟ وقتی که یک کس خبری مرگش میشنوی بعد دربارش سخنای نیک میگویی که اینو چی میگن؟ نثریه میگن. بعد نثر ویم میگن نثر چیه؟ انا نه خطور کردم. نثریه همون شعر نباشد، فهمیده؟ و طریق شعر نه نثر، فهمیده؟ همطور نوشتنی. نعم. لما طارت الاخبار بظهور عالم في نجد، وقتی که همه جا خبرها پریده رفت یعنی که یعنی پهن شد گفته و ظاهرشون یه عالم در نجد، در این نجد آخری که عربستان سعودی رو نجد میگوتن، وقتی خبر همه جا پهن شد که در کشور نجد یک عالم پیدا شده است یقال له محمد بن عبدالوهاب و وصل الینا بعض تلاميذه و بنازی ما آمده رسید بعضی طلبه هاش
و اخبرونا عن حقائق از احوال حقیقتی و ما خبر کردن و تشمیره فی التقوى و چخل یعنی کمری همت بستنش در تقوا و فی النهی عن المنکر چخل کمری همت بستنش در باری منع کردن از کارهای منکر و الامر بالمعروف کمری همت بستنش یکی دست آرنج برزدنش درباره امر به معروف کردن. فاشتاقت النفس الى مکاتباته بهذه الابیات، یعنی که نفس میگود اشتیاقمند شد میگود با چه مکاتبته، یعنی که به همون انسان نامه‌نویسی کردن به همین بیت ها، یعنی که خواستم که باید چیکار کنم؟ نامه‌نویسی کنم، یعنی همین قدر این خبرهای خوش آمد که از اون کس خواستم که به همین بیت ها باید نامه‌نویسی کنم، یعنی خط نویسی کنم. نامه‌نویسی نه که من نامه فرستونم به اوای خبر شنو. و هذا انقله من كتاب اثر دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الفكر والادب بجنوب الجزيره، یعنی این از همون کتاب میگم من کوچونده گرفتم شیخ تعریف من گفته شده سیفی کنم للشيخ عبد الله بن محمد بن حسين ابو داهش، از اون هوای بدستم این کتاب رو مشخوندم که اثر دعوت الشيخ محمد گفته است که لقد انكرت كل الطوائف وقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا ورد، وما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل قدر عن الرد، وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. می‌فرماید که لقد انکرت کل الطوائف قوله، هر یک گروه هر یک طایفه ها پیدا شدن که قول او را انکار کردن. بلا صدر فی الحق منهم ولا ورد، یعنی یگان از اونها یگان حق وارد شدگی نیست، که یگان تاش حق نیست در گپ زدگیش. و ما کل قول بالقبول، بله هر یک قول قبول کردن نمیشه که باید مقابل باشد. ولا كل قول واجب الرد والطرد، و نه هر قول واجب است که او را با رد کنی سرش کنی پیش کنی، یعنی هر یک قول قابل قبول نیست، خصوصا چی نداشته باشه دلیل نداشته، لیکن میگه هر یک قول با واجب هم نیست که او را رد کردن اگر رای مخالف شریعت نباشه. سوى ما أتى عن ربنا، غیر از اون قولی که از جانب پروردگار ما اومده باشد اینا حقی رد کردن نداره، واجب قبول کردن، و رسولی از رسولش اومده که باشد. فذلك قول جل قدرا عن الرد، این قولی همون یعنی که پروردگار بزرگ است که در قدر چی بلند هست عن الرد از رد کردن. و اما اقاویل الرجال، اما سخنهای دیگه مردم باشد فانها تدور على قدر الادله، دیده قولهای دیگر ها، یعنی قول دیگر ها گفتن یعنی که مثلا نه قول الله نه قول پیغمبر، دیگه قول ها اینها دور میزنن در اطراف چی؟ به مقدار دلیلشون در تنقید کردن، فهمیدید؟ به مقدار دلیلشون، یعنی دلیل داشته باشد خط میشینی، اگر دلیل نداشته باشد چیکار میکنی؟ تنقید کردن حق داری. نقد گفتن یعنی تنقید کردن، اکثر تنقید میکنی، فهمیدید؟ و اقولو که تمام شعرهای عرب روسیه کمتر مشکلات دارن. و اقول میفرماید کل طوائف البدع، اون می شرحش میکنه، قد انکروا قوله، تمامی طایفه های بدعت سخنهای شیخ الاسلام چیکار کردن؟ انکار کردن. لأن دعوته سلفیه بحته، چون که دعوت او صرف یا که خالص دعوت سلفی بود. بحته گفته خالص میگه که نعم. تقوم على الأدلة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى فهم السلف الصالح، زیرا انکه دعوت شیخ الاسلام قائم بود بدلیل. همین قائم به چی بود؟ بدلیل بود. دلیل ها از کجا؟ از کتاب الله و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به فهم سلف صالح. همون دلیل ها را با
از قرآن و حدیث میفهمید، چنانه که سلف صالح گذشتگان صالح میفهمیدن. ولذلك فإن دعوته تهدم الخرافات، برای خاطر این از دعوتای وی تمام خرافات را شکست و پاره میکنه. التي قامت عليها عقیده الصوفیه، اون خرافات، اون افسانه هایی که در اساس اونها عقیده صوفیگی بنا شده است. و عبادت القبور، یا که قبرها را عبادت کردن در اساس همین خرافات پیدا شدگی است. یعنی یگان دلیل از قرآن و حدیث ندارن این قبر عبادت میکردگی ها. و تعبت تعطیل، و همچنین دعوتهای شیخ الاسلام تعطیل چکار میکند؟ تعبا منع میکند، یعنی تعطیل نیست میگوید. تعطیل چکار میکند؟ الذي قامت علیه عقیدة الجهمیه، که در اساس همین تعطیل بنا شدگی است عقیده جهمیه. جهمیه هم خیلی عقیدشون تعطیل است. و تابع تأمیر العقول على النصوص، همچنین دعوتهای شیخ الاسلام چکار میکنند؟ منع میکنند امیر راهبر، امیر قرار دادن عقل را در چی؟ در دلیل ها، یا که بر دلیل ها. یعنی شما میگو که پیش از اون که ما دلیل از قرآن و حدیث گیریم، اول باید ما عقل کار فرمایش کنیم. می حزب تحریر ها خیلی فهمیدید؟ عقل میگو مقدم است از چی؟ از نقل. اونجا میگویم فما قبلته منها اخذ، اما عقل چیز نصوص را قبول کند انا را گرفته میشن. و عقل تو ویرون باشد، پوسیدگی ویرون شدگی خراب شدگی باشد. عقل تو مثال گیریم از تربیه کمونیستی و دموکراتی تربیه یافته باشد، بعد قرآن قریب که انا 99% قبول نمیکنه، چیکار کنیم؟ دیده؟ و ما لم تقبله منها رده، میگویند که کدومی که عقل قبول نکنه او را رد کرده میشه. و هو الذي قامت عليه عقیدة المعتزله، ده همین یعنی قائم شدگی است، بنا شدگی است عقیده معتزله ها. و تابع تاویل نصوص الصفات، همچنین یعنی دعوتای صفات که شده، دعوت شیخ الاسلام چخل گروه ها را، چخل گمراهی ها را چکار میکرد؟ رد میکرد. و همچنین تعویل و تفسیر دادن نص های و که دلیل های صفت چکار میکرد؟ تعویل کردن منع میکرد. الذي يؤدي الى تعطیلها، که این چه تعویل به تعطیل میآورد. چون هر یک تعویل کننده تعطیل کننده است، یعنی که تفسیر کننده معنا رو بیان کننده است. مثلا وقتی که استوا رو که به معنی استولا گفتن، این چی شد؟ تعویل کردن. هم خیلی و در برابر وی معنای اساسی چیکار کردن؟ تعطیل کردن، بیکار کردن. برای این هر یک معول معطل میشود. و هو الذي قامت عليه عقیدة الاشعریه. خب در همه عقیده کیها هستند؟ یعنی اشعری ها، اهل تعویل هستند که در اساس تعویلشان بسیار صفات را تعطیل کردن، ویرون کردن. لذلك فقد انكرت دعوته هذه الفئات كلها مع اتباعهم من العوام ومعظمهم رموه بالكفر والزندقه. برای خاطر همین است میگوید دعوت شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب انکار کرد این گروه ها را همشه با همراهی پیروانشان از چی؟ با مردم عوام هم هایی که آخر بردم رو بکار چه؟ همه را که رد کرد و اعظمی اونها، بیشتری اون معظم بوده، بیشتری اونها چیکار کردن؟ با عوام سر کرده تا ملا، خصوصا یکم ملا شو رموه بالکفر. رما به معنی پرونده میشنه، اصلا اینجا به معنی چه؟ اتهام کردن او را به کفر، یعنی کافرش گفتن و زندیقش گفتن. تا حالا میانه که دوام در ترکیه ها هم کتابات نشر میشود که یعنی که چه جاسوس انگلیایی گفتن. نمیده. دویم قسم عالم ها از کدام عالم ها عبارت بودن؟ ملا ها. قسم لم يقبل دعوته رحمه الله منهم الا القلیل. یک قسم دیگر دعوت او را تماما قبول نکرد مگر اندکی. او اقل القلیل من العلماء، یکی از عالم ها قبول کردگی باشم از کم هم کمتر. و هم الذين لهم المام بالنصوص الشرعیه، اینا همون کسانی هستند که و یا معرفت داشتن به نصوص شریعت. کدوم کسا قبول کردن دعوتی او را؟ کسی که به نصوص شریعت، یعنی به دلیل های شریعت چی داشته بودن؟ معلومات داشته بودن. که یعنی هر سخنی که شیخ الاسلام میگفت چیکار میکردن؟ سراسیمه نشده سخن گرفته اول بر میکشیدن، واقعا راست گفته. اینا قبول کردن. و به سیرت نبی صلی الله علیه و سلم، کسانی که علم داشتن یعنی معرفت داشتن به سیرت پیغمبر
دیدن که سیرت پیغمبر و حیات پیغمبر با موافق اومده است در دعوتش، اینا چیکار کردن؟ قبول کردن. برای ما این کسانی که معلومش است که کسانی که رد میکنن شیخ الاسلام دعوتش خدمتش رد میکنن، اینها از یکمش که از نصوص شریعت بیخبرن، دویمش که از تاریخی پیغمبر علیه السلام بیخبرن و ما کان علیه السلف الصالح، و همچنین یعنی که سلف صالح از خلفای راشدین و از ائمه یعنی که هدایت یافتگان چی بیخبرن اینها. و من هؤلاء الافذاذ محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی، یعنی از جمله همون کسانی که نادر یعنی که کم در کم قبول کردن، از کم هم کم یعنی که قبول کردن دعوت او را، یعنی افراد گفتم افراد، از ما افرادی که قبول کردن این کی بود؟ محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی بود که الکحلانیش هم میگن، سال 1182 وفات کرد. صاحبی سبل السلام و تطهیر الاعتقاد نوم کتابش الذي انکر عقائد المبتدعه فی ذلك الزمان، در همون دور زمان این کسی که کرده بود یعنی عقیده های اهل بدعت در دور زمان خود انکار کرده بود. قال الشيخ عبد الله ابو داهش چنین گفت: وقد مضى الامير الصنعاني في بسط حديثه عن احوال الناس عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. این شیخ عبدالله ابو داهش درباره که امیر صنعانی نقل میکنه، فهمیدید؟ درباره امیر صنعانی نقل میکند که همین کس گذشت، یعنی فقط مضى الامیر، یعنی این کسی که از علمای هست که گذشت درباره چی؟ فی بس، درباره بسط حدیثه، یعنی که شد و روشن سخن کردنش درباره احوال مردم در وقتی که مردم در وقتی که چی ظهور گشت نمایان شد دعوت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، مردم چند تقسیم شدنش همشه به تفصیل این قسم فهموندگان. فاشار الى البدع الضاله والمعتقدات الباطله، و اشاره کرده است به بدعت‌های گمراه کننده و به اعتقادهای باطله که کانت منتشرة فی ربوع الاسلامی عندئذ، یعنی که در همون دور زمان، در همون عندئذ گفته در همون دور زمان منتشر بودن، پهن بودن فی ربوع الاسلامی، در میدان اسلام. ربوع گفته میدان، در میدان اسلام همون دور زمان این گروه‌های گمراه پهن بودن. گفت: اعاد بها معنى سواع و مثله، اعاد بها معنى سواع و مثله يعوق و ود بئس ذلك من ود، یعنی دوباره در همین کشور پیدا شد معنای با همون سواع، اینا نمو بود نبودن، و مانند با یعوق با ودش میگو از کلمه دوستی که اخی بئس ذلك من ود، این چی دوستیه؟ چی دوستی به دست نومی بود تصمیه بود، فهمیده؟ یعنی همون بودهای دور قدیم هم بودن که همونا رو مردم به دیگه صورت دوباره دوباره گردوندن تشکیل کردن میگه. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، در وقت سختی ها مشکلی ها فریاد میزدن به نام این بودها، فهمیده؟ فریاد میزدن، داد میزدن، یعنی که زنی بی فرزندم ته گفته داد میزد. کما یهتف المضطر بالصمد الفردی، چنانه که یک کسی ناچار، یک کسی یعنی که در مجبور افتیدگی فریاد میکنه عادتا با اون ذات، اینه به پروردگاری که او بی نیاز است و تنها است. انا من طور میگم محتاج یعنی که به این بتها ندا میکردن. و کم عقروا فی صوحها من عقیرة، نه چقدر میگوید قربانی ها کردن در میدان، در اطراف ویها، من بهمه مثلا چی قربان؟ عقیره یعنی نحیره، نحرها، یعنی قربان نحر هستن، شطور کشتنش میگون که خیلی احلت لغیر الله جهرا على عمدی، خستن دیدو دانستن بغیر نوم الله فریاد میکنن وقتی احلت گفتن، اما احل لغیر الله به میگون که الله تعالی یعنی نامی همون بت گرفتن، نامی همون شیخ گرفتن، نامی همون پیر گرفتن، میره احلت فریاد میکنن لغیر الله، برای غیر الله جهرا، همینه با آواز بلند کردن، علی عهد علی عمد چی قصدن. و کم طائف حول القبور مقبل
چقدر با طواف کننده پیدا شدی در دوره امام شیخ الاسلام گفته است. چقدر میگه طواف کننده بود در اطراف قبرها، مقبل قبرها رو بوسه میکردگی مقبل. و مستلم الارکان یعنی اون کنجهای قبر قفیده خیلی که کنجی کعبه چیکار اشاره میکنن تو در اطراف قبر هم گشته با استلام میکردن. این یکی از نشانه‌های شعار حجه که استلام میکردن، دست میبرداشتن از قبر. مستلم الارکان منهن میمالیدن میگو همون کنجای قبرن بیل ایدی به دستاشون با میمالیدن خیلی میکنن پیشونش و همی طرفای داغستان با اشدش هست مخصوص در قبرستان با یک قبر مشهور هست جای زیارتگاه و خادم دارد خدمتگار دارد با نشون میده تجویدش چه خیلی زیارت کردن طرز پریاماش نشون میده چه خیلی مثال گیریم میروند با 10-15 متر میروند سجدهش میکنن نشون میده سیوم کس دیدگه من با زن و مرد با عقیبا زرد خود جو کشاده میتود پاورا دادن ممکن نیست همه عقیبا میبیاده و جوی معین رسید بعد با سگ میبرد دارن همین خیلی اصلا دور لقد سرني ما جاءني من طريقه وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي. وقد سرني ما جاءني من طريقه مرا خیلی شاد کرد میگود از اون طریق شیخ الاسلام که به من اومده رسید میگود وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي. انا من طریقت میگود من برای خود یعنی که دیدگی بودم یعنی من آرزوی عقیدی من همین بود. الان قال يعني خلاصه ما يقول تو آخر شد آخر بعد بكيم وهذا اغتراب الدين فاصبر فأني غريب وأعدائي كثير بلا عد. خط نویسه من عمر نویسه برای شیخ الاسلام میگه که وهذا اغتراب الدين این غریب شدن دینه من میدونم در اطراف تو دشمنان بسیار شدن این همه جا فاصبر صبر کن میگه برادر فأنني من هم غریب هستم در این کشور خود و اعدائي كثير دشمنای منم بسیار هستن بلا عدی شمارش نیست حسابش نیست ماشاءالله. نه خب همه خوب دستان و بالجمله خلاصه فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد أن يفرق بين أهل العلم والفقه في الدين. خلاصه این شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب میخواهد که چیکار کند جدا کند بین اهل علم و فقه در دین و بین المتسمین بالعلم و الفقه و میخواهد با بین کی را جدا کنه بین کسانی که خودشون به علم و فقه نسبت بدهند فهمیدید ولیسو اهلا لذلك ولی اهل این نیستن لایق این نیستن خودشون یعنی که ملا تراش ببینن عالم تراش ببینن فانهم ينبذون من جاء بالحق بألقاب كاذبة. اینها کسانی بودند که کسی حق می آورد ینبذون بألقاب كاذبة لقبهای دروغش می چسبوندند ینبذون بألقاب كاذبة و اینها چیکار میکردن لقب گذاری میکردن لقبهای دروغ میموندن کرا من جاء بالحق کسی حقشو می آورد و یصفونه باوصاف خاطئه و را صفت میکردن وصف میکردن با وصفهای چی خطا وصفهای نادرست میکردن فیقولون من اینجا مبتدا خبرش جدا کرده دوستان برای این معنا فیقولون میگفتن مجنون میگفتن او زندیق میگفتن او غیر زندگی چی كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شنو که مشرکان برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن فی قوله تعالی در قول الله تعالی مدرس كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. همچنین ما اتى الذين من قبلهم هر باری که هر رسول از اینها پیش دیگه به امتان پیشینه هر رسولی که می اومد قالوا ساحر او مجنون فهمیده یگان قریب که یگان پیغمبر نیست که یگان رسول نیست که او را خامشی نگفته باشند جادوگر نگفته باشند دیوانش نگفته باشند. یعنی پیغمبر علیه السلام در این آیت الله تعالی تسلی داده است. تسلی بینه چه دل برداری میکند که تو غمگین نشو تو را جادوگر گفتن تو را ساحر گفتن مجنون گفتن این یکم بار نیست این کلمه یک
یعنی به عنوان تو یک مراتبه نیست. تمامی برادرهای تو از پیغمبران و از رسولها یعنی به این مصیبت گرفتار شدن. اتواصوا به، اینها این کافرها در همین یک خیله نگه این گپ میده چه نگه گوش کنید. اتواصوا به، الله میگه که اینها این کافرها به یکدیگرش وصیت کرده باشن. میگه الله تعالی که یک خیل همون کافرای پیشینه چیزی میگفتن الله تخمش پاک کرد نیست کرد با این کافرای چی نه در دور پیامبر علیه السلام عیناً همون گپ با از کجایی که یک وصیت نامه یافته باشن چه همین طور بودن. اتواصوا به، اینش برای چی گفتی صدق الله تعالی؟ الله نپرسیده صدق الله تعالی این کار بزرگیشه برای من شما نشون میده که نگاه کنید خودی که ویا یک دیگرش وصیت کرده باشن که وصیت رو کجا ورن نکنه. انا میگم بل هم قوم طاغون، نه بلکه ویها قومی تجاوزکارن، بلکه ویها قومی تجاوزکارن یعنی از حد گذرن در معصیت. قوله ثم صار هذا اغربش اشیاء، بعد از آن انمین گفت از همه غریب ترین چیز شد. یعنی کدام چیز غریب شد؟ اتباع الكتاب و سنت، پیروی از کتاب و سنت شدن. صار هو اغرب الاشیاء، از همه چیز عجیب شد. همین دیدن که شما پیروی از قرآن و حدیث هستید چی گفتن؟ هیچ کافرسون نمیگفتن، غریب عجیب نمیگفتن. با این چی؟ برایش که بابای ما نکردن دادام ما نکردن و تو از کجا پیدا شدی و مذهب نمیدونستم اغرب الاشیاء. فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، علم و فقه در نظر ویات چی؟ هم بدعت و هم ضلالات شد و خیار ما عندهم لبس الحق بالباطل، از همه بهترین چیزی که داشتن فقط حق با باطل ارلش کردن آمیختن. و ذلك انه كان في زمنه من رد عليه وعاده، این اون دلالت میکنه در زمانی وی کسی بود که علیه او چکو که رد کرد و دشمنی کرد. و زعموا انه خارجی، گمان کرد که یکی گمان کردن که او خارجی است. و سموه هذا هو و اصحابه بالخوارج، خودش و اصحابش طلبهاش خوارج گفتن. و زعموا انه هو المقصود بقول النبي صلی الله علیه و حتی گمان کردن تهمت کردن که مقصد از قول پیغمبر صلی الله علیه و که رأس الكفر نحو المشرقی، یعنی که سر کفر سر راهبری کن در طرف مشرق است گفته. دیگه همین میگه اخراج البخاری و مسلم حدیث ابی هریره، یعنی به همین نسبت گفته انا میرس رأس الكفر همین گفتن. و هذا زعم باطل، حالا اینکه این یک گمان باطل است. و انما المقصود به الالحاد والاشتراكيه التي دعت اليها الدول الالحاديه كروسيا واتباعها في الاعتقاد والكفر. یعنی مقصد این نیست، مقصد این ملحدی است، مقصد این اشتراکی سوسیالیستی که دعوت کرد به این سوسیالیستی دولت‌های اتحادیه مانند روسیه و اتباع اونها در اعتقاد و در فکر. و حاربت الشرائع كلها، اینا تمام شریعت همه شریعت‌های الهی را چه علیه اونها مبارزه بردن و علی رأسها شریعت الاسلام، و بر زمین با شریعت اسلام هم اینا چیکار کردن؟ ضدیتشون دادن. یعنی اینا نه فقط یعنی که این اشتراکی و این سوسیالیستی اینها این الحادی کمونیستی ضد فقط اسلام نیست، همه دین و دیانت‌ها رو چیکار کردن؟ ضدیتشون دادن. بل حاربت كل مظاهر الدين الإسلامي كالحجاب واللحية واعتياد اتيان المساجد. نعم، بلکه این گروه ها این یعنی که حزب ها جنگیدن به تمام چیزهایی که در اسلام چیزهای ظاهری بودن، مثلا حجاب منع کردن، ریشه منع کردن و چی نمازهای عید در به مسجد ها اومدن منع کردن، نمازشون در کجا میخوندن؟ در قبرستان ها میخوندن. هم خیلی بود. فعليهم لعائن الله، شیخ دعا میکنه یعنی که لعنت الله به همونها بود، یعنی که به همین کسانی که ضد اسلام مبارزه بردن به همین مردن. و موجبات غضبه به اونها بود، یعنی که اون چیزایی که باعث غضب میشه. والمهم ان علماء ذلك الزمن حملوا الحديث على انه اشاره الى دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. یعنی مهم از آن عبارت است که علمای همون دور زمانه همین حدیثه
چیکار کردن؟ اشاره به دعوت شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب گفتن این اشاره به همون است. مع ان دعوت الشيخ هي احیاء لدعوت التوحید، در برابری آن با وجود آن که دعوت شیخ واقعا وی چیز زنده کردن دعوت توحید بود، التي بعث بها النبی صلی الله علیه و سلم، همان دعوتی که به همان دعوت پیغمبر علیه السلام فرستانیده شده بود. و کل نبی و هر یک پیغمبر هم به همین دعوت فرستانده شد. و بالله التوفیق. و از الله یعنی که توفیق برسان توفيق حسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.